خب من میخوام چهارم رو معرفی کنم. چهار من شاید کسی باشه که باز اگه بگم ممکنه فوش بخورم چون میگن این کی آوردی تو چهار، ولی خب من دوستش دارم، به خاطر اینم جزو بازیکنایی که من خیلی بهش تعصب دارم. جیمز هاردنه. اه، بله من جیمز هاردن رو همیشه به قول خود اگه بیاد تو سالن ببینم جیمز هاردن همیشه برش میدارم. فوق العاده است، یعنی یه بازیکنیه که راحت میاد بسکتبال بازی میکنه. هر موقع حال نکرد، هر موقع خسته شد از اون شهر و اون کلاباش که یه ذائقه خاصی هم تو کلاب داره، یه سری کلابای خاصی میره، پا میشه اونجا میره یه شهر دیگه، ولی هر موقع بخواد امتیاز میاره. یه بازیکنی که NBA فکر میکنم مجبور شد یه سری قانون بذاره برای اینکه دیگه داشت مسخره میکرد بازی بسکتبال تو NBA. و امسال هم به نظرم سال بدی نداشته تا الان. همین الی کلیپرز فکر کنم از 5 تا بازی اخیرش باز اونم 4 تا شوت تا الان بردم. 20 امتیاز، 20 خورده ای داره اوریج میکنه. سایز خوبی داره به عنوان پوینت گارد. حالا تو پرایمش نیست، سنش بالا رفته، ولی خب به نظرم اینم جز اکسپشناییه که گفتی، به نظرم باید باشه تو 10 تا. آره امید، قبل از اینکه من بخوام بپردازم به بقیه بحث، اون الان یه مسیج داده که بچه‌ها که دوستان بهم گفتش که هر سالی که مثل که کندریک لامار آلبوم داده گلدن استیت قهرمان شده. یعنی قشنگ بعد از اینکه من گفتم فکر کنم هیچ وقت که قهرمان نمیشه، یعنی اگه این بشه که واقعا خیلی عجیب غریب. گفتم پس ببین دیگه مثلا اینکه داره جور میشه در تخته. ببین من نمیتونم خیلی از دیمین لیلاردی که گفتی بگذرم. حالا هر کاری هم که تو بابل کرده، این که بذاری شماره 5 واقعا عجیب غریب به نظر منه. چون حالا کاری ندارم، یعنی تو داری دیمین لیلارد اوور لوکا، یعنی لوکا رو پایین‌تر و بعد جیمز هاردن، یعنی هم ماشاءالله گارد. جیمز هاردن رو گذاشتی باز بالاتر از لوکا. باحاله. جیمز هاردن که اصلا بسکتبالیست فوق العاده ایه، من خیلی دوستش دارم. اصلا نمیتونم راجع، ولی الان من برای چون یعنی وسط مسیر رو کج رفت، به قول خودت معروف شده، یعنی رفت برای اینکه یه جای دیگه مثلا فکرش کار کنه و چه میدونم دید پول زیاده اشغال کنم و چه میدونم خب چمپیونشیپ هم که نیاوردم و بذار مثلا برم توی مسیر دیگه. هر کدوم از ما هم بودیم شاید همین مسیر رو انتخاب میکردیم با این همه مثلا چیزایی. بسکتبالیستی که بخوام بگم، حالا من سالانو گفتم، منظورم اینه که میخوام تیم بردارم برم جلوی بازی یه تیم ام بی ای بازی کنم. خب تو داری فکر می‌کنم تاپ 10 تو تاپ 10 2020 همونجوری گفتم. و خب ولی این سه دوست دارم که خیلی، یعنی بیشتر اون چیزی که خودت یعنی دوست داری رو میگی، یعنی بازیکنایی که خودت واقعا فکر می‌کنی که تاپ 10 خیلی به بسکتبال اهمیت نمیدی. ولی نه جدی، حالا شوخی میکنم. بریم سراغ شماره 4 من که شاید واسه تو عجیب باشه، واسه بچه‌ها عجیب باشه. من با اینکه پرفورمنس چرت و پرت، با اینکه منتالیتی خراب داره، ولی بخوام بسکتبالیست انتخاب بکنم جوئل امبیده. یعنی جوئل امبید یه بازیکنیه که باز میگم خیلی کامله. بعد از نیکولا یوکیچ به نظرم بهترین سنتری که داره جوئل امبیده. همچی یاد باشه تیم ملی آمریکا وقتی می‌خواست بره المپیک نذاشتیم بره فرانسه، دل خودش هم نبود، ولی بدون که چقدر بازیکنه که حالا ما تو تمرین‌ها نیستیم که اینا چون اینا ایدیو داشتن، بمادو بایو رو داشتن، ولی خب اینقدر اصرار کردن که اینم پاشه بیاد. قطعا باید بازیکن خیلی خوبی حتی توی تامیناتشون هم باشه. خب بالاخره ام وی پی شد، اگه اشتباه نکنم ام وی پی شد. بازیکن خیلی خوبیه. امسال خیلی خوب نبوده، ولی چون من دارم به پلیر رو حالا به اون نگاه میکنم، واقعا حیفه که جوئل امبید نباشه. همه کار میکنه، شوت میزنه، سه میزنه، میگم پستاپ بازی میکنه. تیم حالا یه ذره به نظر من هم تیمی خوبی نیست، چون اون سالی که اونا حذف شدن برگشت گفت من و جیمز هاردن هر کاری کردیم تو کنفرانسش. خب مثلا این همه کوچینگ استاف و چیز نشسته، تو اومدی من و جیمز هاردن همه کار کردیم. خب بس که با بازی 5 نفر است، اینجوری برو تکواندو کار کن. ولی خب مثلا کسی که با اون قد و هیبت گریه کنه از هم تیم خوبی با اون تون صدا اینجوریه که نمیشه واقعا. هنوز اگه بخواد بازی کنه بذارمش مثلا بغل بقیه قبلیام، خب
میتونه قشنگ شماره 4 منو بگیره. اگه کامنتی راجبش نداری من برم شماره 3 چون من باید بگم. من چیزش ندارم چون من تو لیستم خیلی سنترها رو اصلا نیاوردم. حالا میرسیم به سنتر ولی نیاوردم. ولی من خیلی جوئل امبیدو دوست ندارم واقعیتش. تو المپیک هم افتضاح بازی کرد به نظرم، ولی حالا بگیم به خاطر فشاری که تو فرانسه روش بود که من خیلی قبول ندارم چون MVP لیگه نباید اونقدر فشارش بود. ولی حالا خیلی نمیخوام راجعش کامنت بدم که بگذره. شماره 3 من میرسیم به پدر دوین بوکر، لوکا دانچیچ. ببین از اول منتظر بودم برسم به اینو به این سنت رو برسیم به پدر بزرگ دوین بوکر، لوکا دانچیچ. خب حالا خیلی چیزه، یعنی واقعا من لوکا رو خیلی دوست دارم به خاطر اسلو موشن و راحت جلوه دار. یکی از چیزایی که حالا ام بی ای داره اینه که کلا تو احساس می‌کنی اینا افرت خاصی یا مثلا سختی خاصی، ولی خب خیلی سخته. حالا لوکا دانچیچ مثل لبران جیمز، کلا من این تایپ پلیرها خیلی دوست دارم. مثلا میگن they made it look easy دیگه، مثلا اینجوریه که مثلا تو فکر میکنی آسونه ولی تو اصلا، نبودم اونی که میدید لوک ایزی بوده، یکی دیگه اصلش بود. ولی حالا خب ولی کلا اینا بازی رو ایزی نشون میدن در صورتی که حالا نیست. حالا لوکای بازیکن واقعا لازم نیست راجبش خیلی من کامنت بدم، بازیکن کاملیه. حالا امسال یه خورده افت کرده، به قولی تو استاتشو گفتی، با اینکه افت کرده ولی خب خیلی باز هنوز نامبرای خوبی داره میندازه بالا. بازیکنی که گارد فوق العاده یه پاسای خیلی قشنگی میده. فکر کنم از زمان ماجیک این پاسای مثلا عجیب و غریب که تو شورت ببخشید بخوای پاس بدی و این داستانا لوکا داره انجام میده. شوت خیلی خوب میزنه، استپ بک و ساید استپ، و حالا پیکورول فوق العاده بازی میکنه. حالا نمیخوام خیلی به این بحثا بپردازم، ولی خب شماره 3 من لوکا دانچیچ تاپ تیری قطعا هستش. چیزی بگم تموم شد صحبت دیگه، درسته؟ یه چیزی بگم که اولا لوکا دانچیچ 25 سالشه و این واقعا فوق العاده است به خاطر اون حالا نمیخوام بحث کلیشه‌ای بکنم که همه میکنن. شدنشو میگی یا بحث حالا اون بحثی که با دوین بوکر یه بیفی دارن که حالا به کنار، به دوین بوکر هم میرسیم. ولی لوکا دانچیچ 25 سالشه به نظرم. حالا نمیخوام بحث کلیشه بکنم ولی اون دفاع خونی که داره به خصوص تو پیکن رول اصلا فوق العاده است. یعنی انقدر قشنگ میتونه تو سرعت بالا با سرعت بالا تصمیم بگیره و پاسش رو انتخاب کنه. به نظرم یکی از یعنی یه سوپر پاوره که واقعا لوکا دانچیچ داره تو این سن پایین. و اینم خیلی به نظر اعتماد به نفس خیلی بالایی داری. اینو باید تحسین کنم، خودتو باید بذاری توی تاپ 10 اعتماد به نفسا که همه رو با لبران جیمز بررسی میکنی. میگه این لبران جیمزه، اون یکی لازم بازیکنه که نزدیک لبران جیمز یا اصلا یه کار دیگه داره میکنه. ولی لبران جیمز تو خوابش هم مثل لوکا پیک ان رول بازی نمیکرد و نمیکنه. آره حالا راجع نگو. ولی خب حالا اینو واقعا باید بگم که لوکا به نظرم بازیکن کندی میاد، ولی توی اکسپلوسیوهای کوتاه اتفاقا خیلی هم سریعه. حالا اینو میذاریم کنار، به موقعش راجع به این چیزا هم باید صحبت بکنیم. شماره 3 من پدر کل NBA نیکولا یوکیچ. یعنی اولا که نیکولا یوکیچ امسال بهترین سال کریرشه تا الان، همه آماراش تقریبا بالاترین بوده. تریپل دبل تا الان استاتسش و تیمش هم پنجم لیگ. البته 5 بازی اخیرشون باز اونها 4 تا بردن. یه چیزی که امسال خیلی البته که هر سال سنتیازی خوب میزنه ولی امسال باز 56% داره سنتیازی میزنه. حالا اقدامش درسته نسبت به یه بازیکن گارد کمتره ولی بازم واسه خودش فوق العاده است. یعنی اون ایمپکتی که نیکولا یوکیچ داره تو بازی و اون انرژی که از تیم حریف میگیره برای اینکه اینو مهارش بکنن و واقعا هم نه تو المپیک میتونستن این کارو بکنن نه تو ام بی ای تونستن چند سال این کارو بکنن، واقعا فوق العاده است. یعنی
جز بازیکنایی که جوابی هنوز واسش پیدا نکردن این NBA و این علم ورزش بسکتبال. حالا خیلی برام عجیب بود که شماره 3 نیکولا یوکیچو گفتی، چون من فکر می‌کردم حالا تو شماره 1 با هم دیگه بخوریم به نیکولا یوکیچ، ولی اینی که الان تو NBA بیای مثلا نیکولا یوکیچ یک نظاری واقعا دیگه وایلد کامنت وایلد ترینه. حالا من نمیخوام خیلی چیز کنم، ولی خیلی عجیب بود که نیکولا یوکیچ اسمش شنیدم رو شماره 3 تو، و هنوزم من اسمی از دوین بوکر نشیدم. خیلی میخوام ببینم که بقیه، یعنی من بقیه حالا ببینم که لبران باز لبران نذاشتم تو لیستم که سورپرایز داره گود دیبیت وایس. حالا میره، حالا اون اپیزودا میرسه، اون اپیزودای قشنگ میرسه. ببین آره نیکولا یوکیچ که حالا من دوستش هم خودم راجبش صحبت بکنم، حالا راجب چیزش که بخوام حرف بزنم، پرفورمنسش حرف بزنم، خب فوق العاده است. یکی از بازیکنایی که پرفورمنسش رو تاپ نگه داشته. اینی که تو خوبی یه چیزه، اینی که تو خودتو خوب نگه داری یه چیز دیگه است اصلا. این بازیکن خیلی بهش میگن فلاز، مثلا خیلی جای بدی تو بازی نداره اصلا. خیلی بازیکن بزن کاملی. نوشابه زیاد میخوره، فقط روزی نوشابه مثل که بهتر 3 لیتر نوشابه میخوره. آره خب ولی خب میاد پرفورمنسش انجام میده، کاری که شغلشه دیگه، شغلش میاد درست انجام میده. برو حالا یکی مثل جیمز هاردن میره نونخامه بازی در میکنه، ولی مثلا میره چیزی کنه دیگه، حالا نوشابه بزن بخوره، بزن هر کاری میخواد بکنه. عاشق اون عکسش هم که قبل از اینکه بریم، من عاشق اون عکسش هم که تو سربستان ازش گرفتن، بچه است. بعد هر سالی که تو ام بی ای نمیدونم 50-60 تا میاره تو هر بازی، اینو میذارم میگن این بچه داره شما رو پدرتون. یه خورده حالا نمیخوام حالا بپردازم، خیلی یه خورده بازیش اولد اسکولی هم هست، یه خورده نسبتا به جدیدی ها، نسبت به بم و آنتونی دیویس و جوئل امبید هم. ولی نیکولا یوکیچ قشنگ اون پست باز حرفه‌ایه که اون پایین دهنتو سرویس میکنه، یه باسم بهت میزنه تو، یا یه دونه بدم میاد بدنشو میچرخونه تو هیچ کاری نمیشه. دفاع نداره، اون دفاع نداره، دبل تیمش بکنی پاسش بیرونه و نمیخوام خیلی چیز بکنم. خیلی عجیب غریبه نیکولا. انگار بازی اسلو موشن مثل لوکا. حالا تو اروپایی ها کلا، حالا به اونم قرار شده ما صحبت بکنیم راجع به بازیکن اروپایی. من باید بگم شماره دوم. شماره 2 من کسی واقعا نمیتونه دو رو بگیره غیر از یانیس آنتetokounmpo. یانیس یه بازیکن دیگه، حالا من همش راجع به همه میگم کامپلیت، خیلی پر، خیلی دیگه. این واقعا این کامپلیت ترین غیر از حالا شوتش و استیل شوتش رو بخوایم بگیریم. بازیکنی که امسال 32.4 امتیاز آورده، 12 تا میانگین ریباند داشته این بازیکن، با اینکه تیمش خیلی تازه راه افتاده. 6.4 اسیست داشته، 61.4 فیل گول پرسنتج همه بازیکن‌ها غیر از یوکیچ بالاتر بوده. اصلا تو نمیتونی بازیکن نذاری شماره 2. یعنی اگر تو، یعنی عجیب غریبه، فقط اگه تیمش الان صدر جدول بود من ممکن بود یکم بذارم بازیکنی که ریباند میکنه، حمله میکنه، منتالیتی خوبی داره تو بازی، همه کار میکنه این بازیکن. یعنی درایو، یعنی من همیشه میگفتم که بهترین درایو کننده تاریخ حالا باز لبران جیمزه، ولی الان در حال حاضر هیچ کس مثل یانیس نمیتونه درایو کنه تو بسکت. واقعا نیست. هر موقع ازش یه دونه 2 امتیاز بخوای این بازیکن میتونه به تو بده، حالا اگه فول هم نگیره. خیلی بازیکن خفنیه، خیلی بازیکن خوبیه. من شماره 2 یانیسه، و اینکه خیلی منتظرم ببینم شماره 2 تو کیه. ببین شماره 2 اولا راجع به یانیس بگم که فوق‌العاده فوتورک عالی داره. یعنی شاید به چشم نمیاد تکنیک یانیس، هم فکر میکنم مثلا خیلی بزرگه و داره درایو میکنه، آردو رو میگیره، گاز رو میگیره میره، ولی نیست واقعا اینجوری. خیلی فوتورک فوق‌العاده ای، این لیاپ پکیج عالی داره این بازیکن که میتونه هر موقع به قول خودت 2 امتیاز بیاره. ولی من جزء بازیکن‌های فیوریت هم هیچ وقت نبوده، و وجود که یه بازیکنیه که چیت ام بی ایه دیگه. یعنی هم تو توکه حال میده باش بازی کنی، هم تو ام بی ای حال میده داشته باشیش تو تیمت. 2 من، ولی بازیکن محبوب خودمه که گفتم قبلا، من فکر کنم بزرگترین طرفدار دوین بوکر توی جهانم. یعنی اینو راجبش میتونم ادعا کنم.
مورد علاقه من رو یک شرکت کنی. واقعا شاید بتونیم همچین چیزی رو بگیم، ولی دیگه من اینو انتخاب کردم دیگه، به من قانون دیگه نذاشتم، گفتن 10 تا بگو، منم اینو انتخاب کردم. ولی دوین بوکر رو من فکر کنم یه پادکست میتونم راجبش صحبت بکنم. قسمت ها اولا که امسال 24 و 1 پوینت پر گیمشه و 6 و 4 هم داره اسیست میده، نسبت به سال قبلش یه ذره پایین تره، به خاطر اینکه من نمیدونم اینا چرا نمیذارن اتمپت کنه. یعنی از وقتی کوین دورانت اومده اتمپتاش اومده پایین تر، همجوری هم دارن سوپر استارای دیگه میارن و دوین بوکر یکی از بازیکناییه که اینو خیلی جاها میبینن راجش تحلیل میکنن، خیلی خوب میتونه تو اون رولش توی تیم بازی کنه. یعنی همون کاری که تو تیم ملی آمریکا کرد با وجود اون همه سوپر استار بازم استارتینگ 5 بلندش میکردن، به خاطر اینکه میدونه که باید چی کار بکنه و تو همون زمینه تیمشو انقدر که کامله همه چیش، تو همون زمینه میتونه تیمشو کمک بکنه. حالا اگه امتیاز آوره، اگه دفاع بکنه، اگه توپ باید حمل کنه، اگه قراره بازی سازی بکنه، فوق العاده پیکن رول عالی بازی میکنه، از روی هنداف عالی بازی میکنه. اصلا بازیکنی بوده که وقتی اومده تو لیگ بال هندلر خوبی نبوده و فقط اسپات شوتر بوده، از یه نقطه میذاشتنش تو کورنر شوت بزنه، ولی الان بال هندلر تیمش. یعنی انقدر که این بازیکن کانسیستنت و دوست داره همش پیشرفت بکنه، منتالیتی خوبی داره. بهترین سال فینیکس سانز سالی بوده که دوین بوکر بیشترین اتمپت رو داشته که 68 تا برد داشتن تو لیگ و لوکا دانچیچ خیلی باش بیف داره، بیفش خیلی جالبه. ولی من امیدوارم که یه فصلی برسه که دوین بوکر بالاخره بتونه بیشتر توپ دستش بشه و گل بزنه. امید، من بگم تایتل برنامه 10 تا برتره و راجع تو داشتی زندگی نامه یارو رو میگفتی آقا همه میدونن تو عاشق دوین بوکر. خب داشت، ببخشید من قطعت کردم، چون بچه‌ها من میخوندم گفتن چرا انقدر سفت و خشک صحبت میکنین. من گفتم یه ذره این فانه رو ما بیاریم توش دیگه، حالا خیلی هم اخبار. آره ببخشید اگه مثلا من قطعت میکنم، حالا مثلا یه ذره چیز میام. خب داشتی میگفتی با لوکام. آره خب یه دونه بیف خیلی زیادی دارن دیگه. یه نکته دیگه دارم راجع به کل لیستمون که آخر بهت میگم چرا دوین بوکرم جز اون نکته است. حالا بریم باشه جلوتر. اوکی میشه. خب چیزی که من میخواستم راجع به دوین بوکر بگم، من دوین بوکر رو دوستش دارم. چرا؟ چون گوتش لبران. یعنی تماما یعنی اینو یه دونه سال فکر می‌کنم 2 سال پیش مصاحبه کرده بودم باش، گفته بود گوتم لبرانه. من از اون موقع خیلی دوستش دارم و اینکه بازیکن خیلی خوبی هم هست. من این صحبتی داشتم راجع به دوین بوکر. تو داری، یعنی من به نظر من رول پلیره، ولی تو میگی سوپر استاره. سوپر استاریه که میتونه نقش رول پلیر هم بازی کنه. تنها سوپر استار رول پلیر ام بی ای به نظر. همین عاشقتم. یعنی خودت داری میگی اون کاری که بهش میگن انجام میدم. آخه حالا کاری ندارم، ولی خیلی دیگه عجیبه. یعنی دوین بوکر اینکه روی لوکا، روی لبران، روی نه استافی که اصلا نگفتی، فکر می‌کنم شما نمیدونم چندشه، اصلا تاپ 10 نباشه. خیلی عجیب گفتی، ولی خب میگم تو خوبی دیگه کاملا دیگه داری شخصی نظر تو میگی. خیلی بازیکن خوبیه، منم دوستش دارم. ازش امتیاز بخوای برات امتیاز میاره. شاید یکی از چیزایی که مثلا یه خوره تو مخمه بغل کوین دورنت شاید بازی کردنشه، شاید همه لذت ببرن، ولی دوین بوکر به نظر من شاید الان بتونه همون امتیاز آوری رو بکنه، شاید هم بیشتر. به نظر من از کوین دورنت دفاع بهتری هم داره، همونجوری که تو المپیک دیدیم دفاع خیلی خوبی هم میتونه بکنه. دوین بوکر اصلا اونجوری نیستش که حالا ممکنه یه خورده علاوه فیزیکی کوچیک باشه، ولی باز میتونه اون کاری که اون ایمپکتش رو دفاع کاملا میتونه بذاره. منتالیتی خیلی جالبی هم داره. خب شماره دوامون که چیز شد، بخوام برسم به نامبر وانم و شماره یکم، خب قطعا نیکولا یوکیچه. به قولی خودت پدر کل ام بی ای. واقعا نداریم بازیکنی رو دست نیکولا یوکیچ الان 30 امتیاز بیاری میانگین، 14 تا ریبان میانگین داشته باشی،
تازه تو افتضاح فکر کنم که افتضاح‌ترین شروع فصلشونه 11.5 اسیست میانگین داشته باشی و 56.5 فیلد گل داشته باشی. اصلا یعنی اگر شما یه بازی یکی رو بیاری و من بگی الان نیکولا یوکیچ بهترین بازیکن ام بی ای نیست، واقعا من به مغز اون آدم شک میکنم. واقعا اصلا یعنی واقعا اصلا هم چیزی امکان پذیر نیست. یه بازیکنی که به قولی خودت 5 لیتر نوشابه میخوره 140 کیلو وزنشه، یعنی یه چیز عجیب غریبیه این بازیکن. راجبش صحبت کردیم. تمام اون پیکورولایی که بازی میکنه، تمام اون منتالیتی که تو بازی داره، اون بازی خونی که داره، اون روی کی وقتی قرار میگیره، تو این بازیکن هیچ کاری نمیتونی، رو اون کلید قرار میگیره تو هیچ کاریش نمیتونی بکنی. یعنی یا پستاپت میکنه تا اون زیر، روش جمشی بیرون توپ، روش جمع نشی توپ بالا، تو اصلا اون بدن رو نمیتونی دفاع کنی. حسابی همینه، هیچ کسی هنوز نتونسته این بازیکن برای جوابی پیدا بکنه در واقع. ولی واقعا من دیگه نیازی نیست راجع به نیکولا یوکیچ صحبت کنم. به نظرم یک منه و هیچ کس فعلا نمیتونه جاشو بگیره. نیکولا یوکیچ صحبت بکنی 10 دقیقه است. خب ببین من که نیکولا یوکیچ رو آورده بودم تو لیستم، ولی من فکر میکنم گوت حال حاضر ام بی ای که الان قراره قیافت عوض شه اینو میشنوی، ولی استفن کریه. قیافه من الان فکر کنم قیافه همه هرکی داره میبینه قیافش عوض میشه. قسمت قیافه همه عوض شه، ولی استفن کری جزء بازیکناییه که من شاید قلبی دوین بوکر رو، یعنی بازیکنیه که شاید من قلبی دوین بوکر رو بیشتر دوستش داشتم، ولی استفن کری رو نمیتونم بگم که از دوین بوکر بهتر نیست یا مثلا جای بالاتری نباید داشته باشه. بسکتبال رو عوض کرده، هیچ وقت نمیشه آندر استیمیتش کرد. همونجوری که خودت هم گفتی من فکر نمیکردم تو المپیک این کارو کنه، نبود تو المپیک معلوم نبود تیم یو اس ای چی میشه. حالا بازم فکر کنم قهرمان میشدن، ولی خیلی سخت‌تر. اولا بگم فوق العاده خوب پنالتی میزنه. فری فروش امسال 95.5 بوده، 95.5 و یک سال فکر میکنم 21 اگه اشتباه نکنم 100% تو پنالتی زده تو فصل، یعنی یه دونه از دست نده. این اصلا استفکری واقعا فوق العاده است، یعنی یه بازیکنیه که من توی 10 سال اخیر بسکتبال بیشتر شاید تا 15 سال اخیر بسکتبال کسی نبودی که اینجوری ایمپکت کنه بازی رو. الان هم تیمشون اول لیگه، ولی حالا که درست اول فصل خیلی مهمم نیست این چیزا، ولی استفن کری واقعا یک همیشگی منه. میگم استفکری واقعا بازیکن فوق العاده، ولی واقعا باید یه اپیزود بزنیم بازیکن‌های مورد علاقه امید اینجوری. یعنی باز استفکری که شماره یکته، من برای میخوره عجیبه با این پرفورمنسی هم که امسال داشته. یعنی تو این فصل ام بی ای ببین استفکری بازیکنی که تو اصلا نمیتونی چشم پوشی کنی نسبت بهش، ولی که یک باشه یه خورده واسه هم عجیب بود که تو گفتی. و اینکه دیگه من فکر می‌کنم نیازی نیست من راجع به استفکری چون صحبت کردم، شماره 6 خودم هم بود استفکری و اصلا نمیشه این بازیکن رو حتی تاپ 5 یا تاپ 10 گذاشتش بیرون. حالا من 5 نذاشتم تو پاپ 5 ولی واقعا بازیکن خفنی، بازیکن خوبیه. به قولی تو بازی عوض کرد. حالا ما راجع به الان داریم صحبت می‌کنیم، ولی واقعا جزو بازیکنایی که بسکتبال رو عوض کرد مدلشو. و اینکه فوق‌العاده است. فقط من یک سوال داشتم ازت. من درست متوجه شدم که یانیس رو شما تو تاپ 10 نداری، درسته؟ یانیس آنتتوکومپو رو تو تاپ 10 نداری، شی گیلجس الکساندر رو تاپ 10 نداری، لبران جیمز هم تو تاپ 10 نداری. درست متوجه شدم؟ یعنی یانیس رو نداشته باشی تاپ 10 خیلی و جالبه. و دوین بوکر شماره 2 درسته؟ شماره 2. اینجا یه ارتفاعی داره. خب امید واقعا من الان میتونم پاشم این ارتفاع رو با سرعت 200 کیلومتر در ساعت برم و خودم اینجا بنزم پایین. یعنی اینقدر جالب بود. ولی خب قشنگی همه چی کلا اختلاف نظر هاست توی همه چی. حالا درست یه سری استاندارد وجود داره، ولی خب این اختلاف نظری منم شوخی میکنم بالاخره. حالا بچه‌ها میبینن، بچه‌ها که بسکتبال دوست دارن میبینن و اونها احتمالاً هم نظر با من. و اینکه
امید صحبتی من حالا راجع به لیست تو میگم چیزایی که واسم خیلی جالب بود. حالا جیمز هاردنی که بود تو، چه میدونم دیمن لیلاردی که عجیب غریب ترین پیکت بود در نظر من. شماره 2 که دیوین بوکر بود واسم عجیب بود. یانیس تو لیست تاپ 10 نباشه، شی نباشه، لبران نباشه، برام عجیبه. اگه کامنتی راجع به لیست بنده داری. چیزی که میگی و واقعیت اگه بخوام حالا دور از شوخی بررسی بکنم، قبول دارم که لیست تو شاید حالا خیلی به لیست چه می‌دونم آماری و آره شاید نزدیکتر باشه به چیزی که عموم بهش فکر میکنن، ولی لیست من خیلی شخصیه واقعیت و البته که این دلیلم نمیشه که مثلا این بازیکن‌ها واقعا نباشن تو تاپ 10. چون نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که من تو لیستم از یه سری بازیکن‌ها هستن در حال حاضر تو NBA که تونستن بازی 70 امتیازی داشته باشن و من بجز جوئل امبید تمامشون رو تو لیستم دارم. یعنی فکر میکنم که بازیکنی که بتونه 70 امتیاز تو NBA بیاره واقعا یه چیزی داره که باید همیشه ازش نام برد. حالا خیلی از اینا هم 70 امتیاز نیاوردن تو لیست من هستن، ولی مثلا دوین بوکر 70 امتیاز جلو بوستون آورده تو فکر کنم سال سوم بازیش، یا لوکا 73 امتیاز آورده، دانوان میچل 70 امتیاز، دیمین لیلارد 70 امتیاز. جوئل امبید حالا بازیکن پست، حالا نمیخوام کارشو چیز کنم کم کوچیک کنم، ولی خب اون بحثش فرق کنه. ولی گاردی که بتونه 70 امتیاز بیاره به نظرم همیشه باید توی لیست بازیکنات باشه. یه سوال ازت دارم، تو بیشتر دست گارد یا دست سنتر؟ حالا بستگی به اون توی تیم داره، ولی اتفاقا من نظرم پست سنگین اون امتیازو بیاره عجیبه تو بسکتبال الان. ببین توپ حالا اینم خودش یه بحث دیگه است. توپ حالا آره ولی الان تایم پرسیدم. آره، ولی خب پوزیشنایی که چیز داره جوئل امبید داره اندازه گارد دیگه است. خب یا شاید هم بیشتر هم باشه، یعنی بسته به اقدام دیگه. ولی آره بالاخره 3 امتیازی زدن قطعا سخت‌تر از 2 امتیازی زدن زیر حلقه است. حالا اونم میتونیم بعدا راجبش صحبت بکنیم، ولی خلاصا یکی از معیارهای من این بوده توی انتخاب. درسته. حالا خب همینه دیگه، میگم اختلافات جالبه. برای من کسیه که حالا بتونه اون پرفورمنس رو، مثلا دارم میگم شما اگه 40 امتیاز میارین 40 امتیاز رو من بده هر شب تقریبا، ولی مثلا من این برام این مهمه، اون پرفورمنسی که داره نگه دار. خب تو حالا مثلا واسط مهمه که این بازیکن چه کیپبیلیتی هایی داره، ممکنه توی بازی مثلا حالا بتونه شکوفاشه با تمام چیزهایی که هستش. ببین خیلی اپیزود جالبی بود، خیلی به نظرم باحال بود. امیدوارم بچه‌هام لذت ببرن. خواستم ببینم که حالا تو اگه حرفی سخنی چیزی داری برای این اپیزود راجع به این هرچی. چیزی که بگم اینه که واقعا مهم این نیستش که چه بازیکنایی رو نام ببریم، چون خوب شد که اتفاقا لیستمون فرق میکرد که بازیکنهای بیشتری رو تونستیم نام ببریم، چون که NBA واقعا انقدر فوق‌العاده است که من همه این بازیکن‌ها چه تو لیستم بودن چه نبودن و واقعا میپرستم. ولی همین که این بحث راجبشون شد خوب شد. اتفاقا این بحثی که صورت میگیره به نظرم بهتره و اینکه امیدوارم که این پادکست بیشتر بین مردم پروموت بشه، بین اونایی که دوست دارن بسکتبال. چون ما هر سری میایم پادکست رو کوتاه‌تر کنیم، انقدر خوشمون میاد از حرف زدن راجع به بسکتبال، دوباره میره بالا و مجبوریم 2 قسمت 3 قسمت هر اپیزودمون رو بکنیم و بدیم. و اینکه هر چقدر ما تو این جامعه بسکتبال اصلا بیشتر حمایت بکنیم، کل جامعه از که سود میبره. یعنی اگه مخاطب من بیشتر بشه، اون مربیه شاگردش بیشتر میشه، اون بازیکنه پول تو جیبش بیشتر میشه چون تبلیغات میاد سمتش. و هر کدوم از ما اگه بتونیم یه نفر بغل دستیمون که بسکتبالی نیست و بیاریم تو این جامعه، هممون از توش سود میبریم. واسه همین من دوست دارم از همه اونایی که تو بسکتبال هستن حمایت بکنم. حالا لولشون واقعا مهم نیست، هر کی تو لول خودش میتونه ایمپکت بکنه و امیدوارم که این منتالیتی بیفته تو جامعه بسکتبال. کاملا حرف قشنگی زدی. امیدوارم که بچه‌ها حالا تا آخر ویدیوها رو ببینن، این حرفا رو گوش بکنن.
چون من خودم شخصا داشتم امروز با یکی بچه‌ها صحبت می‌کردم، ما اپیزود 1 رو داده بودیم بیرون، گفتم ببین من انقدر بسکتبال رو دوست دارم، ببینم هر کی به قول تو هر لولی برای زحمت میکشه حمایت میکنم. یعنی چون فوتبال نیست تو کشور ما که بگی همه عاشقشن. ما خب باید به هم دیگه کمک بکنیم که بسکتبال حالا بزرگتر بشه. راجع به قسمت اولی که صحبت کردیم که مسلما خب من تو خیلی با هم بحث بسکتبالی کردیم و میکنیم، حالا الان که دیگه چیزش کردیم. یکی از چیزایی که من تو داشتیم، حالا تو خیلی آدمایی رو میشناسی که شاید از من و تو هم بیشتر راجع به این چیزا بدونن شاید، ولی من و تو باحالیمون اینه که خب دو تا جبهه مختلف نگاه میکنیم یه خورده قضایی بسکتبال و کلا NBA و این جذابش میکنه به نظرم. و اینکه یه گلگی هم دوست داشتم بکنم اینجا، حالا میگم کسایی که ببینن، اینی که من واقعا فکر میکردم خیلی حمایت بیشتری بشه، یعنی از طرف جامعه بسکتبال، چون میدونم که حالا دیده شده ولی خب حمایت نشده، نمیدونم چرا. ولی امیدوارم که حالا ما که دلی اومدیم همینجور دلی هم بریم جلو و بچه‌ها باز حمایتشون رو بیشتر بکنن. من همینجا خدافظی میکنم، امیدوارم که بتونیم قسمت 3 هم بگیریم، حمایت بشیم و اینکه خوشحالم که تونستیم هم با امید هم با بچه‌هایی که نگاه میکنن شیر کنم تایممون. دیگه ای ندارم امیرعلی، خیلی مشتاقم که قسمت 3 رو دوباره ضبط کنیم. به من که خیلی خوش میگذره هر موقع که این بحثا رو میکنیم. امیدوارم که بقیه هم که میبینن لذت ببرن. مرسی.